امروز در خدمتتون هستیم با یه آموزش بسیار ساده و با قول شما با مواد که دم دستی هستش. اسمشون عروسک‌ها هست خاله خانباجی. اینا توی محله هستن با هم دیگه جاروشن میگم با هم دیگه آشپزی میکنن. جاروشو داشته باشین. این برنج توش شوشش. اون مسئول برنج ایشون جارو میکشه. بله. یکی در حال میوه چیدن، آشپزی میکنن، خیاطی میکنن. بله. خب برای درست کردن این عروسکمون تمام الگوهاش از دایره تشکیل شده، یعنی از 4 تا دایره تشکیل شده. از موادی که استفاده میکنه از پارچه‌های کتان نخه برای بدنش، برای پیشبندش، برای صورت عروسکمون از پارچه‌های حالت کرپ یه مقدار کشش داشته باشه، مثل این نمونه پارچه آوردم. پارچه رو ببینید یه مقدار ببینید کشش از یک طرف خیلی کش نمیاد، ببینید اما کششش خیلی بافت خیلی خوب و محکمی داره. و اینکه از پارچه نمد میتونم برای کلاه آشپز استفاده کنم، میتونن از پارچه های کرپ پرده بهش میگن، بافت ظریفی داره، کشش هم اصلا نیاز به کشش نداره، اصلا نداره کشش. برای کلاهش استفاده کنن و یه مقدار کتون و یه مقدار نمد و یه مقدار کامپو، یعنی همه هر چی که میبینین وسیله دم دستی هستش. خب برای شروعش برای بدنش ابتدا دایره داریم به قطر 19.5 سانتی متر. ما یه دایره میبریم به این شکل در میاد. حالا هر پارچه هر رنگی، این عروسک اتفاقا با رنگ قشنگه. اصلا مهم نیست که با هم هارمونی داشته، همینطوری میتونه با هم دیگه ترکیب بشه. بعد با نخ دولا، نه نخ یلا، دور تا دور این دایره رو ما شروع میکنیم سردوز کردن. سردوز کردن به این شکله. خب چون ما داریم از پای شروع میکنیم، مسلما باید نوع نخ، سوزن، همه چیز رو به بیننده ها بگیم. ما یه سوزن متوسط داریم، نخایی هستن که ضخامت خیلی محکمی دارن، ولی برای دور تا دور این دایره بدن عروسکمون باید دولا دوخته بشه. به این شکل حالت سردوز که سر این دایره رو دوخته میشه، داخلش الیاف میذاریم، مثل یه بقچه در واقع اینطوری بگم در میاد. به این شکل میکشیم و داخلش الیاف میذاریم. فرض کنید که اگه 1 کیلو هم الیاف بخرن، کلی از همین عروسک‌های کوچولو واسهشون در میاد. خب به این شکل در میاد. ما میکشیم محکم. برای این گفتم دولا، اگر یلا میکردن زمان کشش پاره میشدن. خب اینو میذاریم کنار. من اینجا آماده‌اش رو دارم. به این شکل محکم دوخته میشه. برای روی لباس این عروسک ما یه پیشبند داریم. پیشبندی که دور تا دورش طول داره. اندازش 8 در 7 سانتی متره. به این صورت. من دور تا دوری اصلا نیاز به چرخ خیاطی هم نداره. اصلا این کار همه کارش با دسته. ببینین قسمت بالا نه، ولی قسمت پهلوها با چسب زده میشه، دوخته میشه. لبش هم توره باریک 1 سانتی میزنیم. میایم این قسمت روی لباس عروسک. ببینیم یکی از اینا رو بیارم ببینید. به این قسمتش ما پیشبند رو وصل میکنیم، چسب میزنیم، به این صورت آماده میشه. این عروسک ما یه دستی داره. این نخای کتون با این نوارا همه جا تو بازار هست. ضخامت کلفتی نباید داشته باشه. حول و حوش تقریبا 19 تا 20 سانتی متره. ما وسط اینو گره میزنیم. به این شکل میشه. این دوتا این شکلی اینجا وصل. این میشه دستای عروسک این خاله خانباجیای ما. به این شکل دست همشون هم که همشون بله همشون یکیشون جارو دستشه، بله یکیشون سبزی پاک میکنه، خیاطی میکنه. البته ما چرخ خیاطیشون هم آماده کردیم اونجا. اونم نشون بدیم. هم مبلشون بله، هم چرخ خیاطیشون. بله چقدر راحته. بله تمام با مواد بازیافتی هستن. بله. خب اینا همه به مرور، چون میگم که پای قرار شروع کنیم، همه اینا جزء آموزش ها هست. خب ما رسیدیم به دست این عروسکمون. خب بعد از این شروع میکنیم برای صورت این عروسکمون باید کاری انجام بدیم. خب ما گفتیم که صورتش
به قطر 12.5 سانتی متره. اینجا آماده داریم. و نکته‌ای که می‌خواستم بگم خدمت بینندگان عزیز، برای این عروسک‌ها ما از 3 تا وسیله میتونیم استفاده کنیم برای موهاش. یکی کاموا، کچه که خواستم مخصوصا یادم این کچه ایرانیه. من خودم برای تمام عروسکام استفاده میکنم. بسیار وقتی با سوزن کار میکنی برای مو خیلی قشنگ میشه و قیمتش هم خیلی مناسبه. و چیزی که دیگه در واسه مو میتونیم استفاده کنیم همینه که واسه دست عروسک استفاده کردم. تار پودش رو باز کردم، قسمت وسطش رو جمع میکنیم برای موی عروسک. یعنی میتونه مدل‌های مختلفی ما بتونیم برای این عروسک استفاده کنیم. این کچه از درسته برای موش از اون کچه قرمز، ولی این از اون نه بله این همون کچه‌ای که الان خدمتتون عرض کردم. این همون کچه دقیقاً همون کاری میکنه که هم خارجی داره انجام میده. هیچ فرق، تازه به نظر من کیفیتش خیلی بهتره. خب حالا برای صورتش دایره‌ای داریم به قطر 12.5 سانتی متر. اینجا دیگه ما سردوز نمی‌کنیم، اینجا شروع می‌کنیم کوکای کوچولو کوچولو زدن. به این خاطر گفتم پارچه ما نباید کشش زیادی داشته باشه، چون استاندارد این بدن این باید صورتش 12 سانتی متر باشه، نه بزرگتر نه کوچکتر. برای چشماش ما چشمایی داریم که اگه خاطرتون باشه تو برنامه تلق هستن، ما از داخل تلق اون چشما میتونیم در بیاریم بچسبونیم برای صورت عروسکمون. دور تا دور اینو ما میدوسیم، الیاف داخلش میزنیم. بینیش هم دایره است به قطر 4.5 سانتی متره. همه بینیاشون یه اندازه چون سایزشون یکی. البته بعضیا میدونین عروسک‌ها هیچ وقت همه اندازه شبیه هم نمیشن هیچ وقت. بله چون کار دست صنعتی نیستش، به خاطر این. خب ما وقتی دور تا دور اینو مثل همون عروسکمون داخلش رو پر میکنیم، میذاریم کنار اینو مثل بخچه. اینا درست میشه کاملا. بعد از اون بینی داره، بینیش هم همونه، یعنی چون عین هم کارشون یکیه، به این خاطر من استفاده یعنی نمیدوزم که بخواد وقتمون تلف بشه. اینم جمع میکنیم. بعد از مرکزش یعنی از پشت قسمت وسطش در میاریم بیرون. این بینی رو به این شکل رد میکنیم. حالا برای این کار بینی دوختن باید سوزنمون متوسط، ظریف و نخمون یلا باشه. دوختن این به این شکله که یک کوک از خود بینی میزنیم و یک کوک خیلی ظریف از صورت. این سوزن درشت اگه استفاده کنیم جا میندازه، اگه نخ کلفت استفاده کنیم رد و میندازه. بله، چون این واسه صورت پارچه نازک نیست. البته این نکته که خواستم بگم این که ببینین از جوراب هم میشه این کار کرد. بله. راحت هم جوراب هم پارچه هیچ فرق نمیکنه. اما نکته‌ای که باید بدونن برای پارچه 12 سانتی متره، برای صورت جوراب قبل از اینکه پشتش رو جمع بکنن حتما باید موقعی که تو دستشونه قطر رو اندازه بگیرن. اگر این 12 سانتی متر، این روی اون باید بشه 6 سانتی متر، 2 برابر میشه. بله. دور تا دور. این نکته رو رعایت بکنن عروسک بسیار خوشگلی میتونن. یعنی کش که میاد بعد بشه 12 سانتی. ببینین بعد ببینین وقتی که کامل پر بشه ما روی این میگه 12 سانتی متره. خب وقتی جوراب پر میشه ما روی سطحش رو میگیریم. بله. میشه 6 سانتی متر. اون وقت اندازه خود همینه به ما میده. دور تا دور اینو کوک میزنیم. برای وصل کردنش هم حتما باید از چسب حرارتی استفاده بکنیم. دوستان 1 دقیقه وقت داشتیم درسته؟ انشالله برای جلسه بعد ما بقیه رو آموزش میدیم. خب این دور تا دور تموم میشه. برای روسریش هم میتونن هر پارچه استفاده بکنن. من حتی برای روسریاش از این یه نوع لایه پارچه‌ایه، چون تو خونه داشتم. بله. گفتم که خب ظرافت داره. قسمت برچه خیلی جالبم در اومدش. خیلی هم عالی. متشکرم ربیع عزیز. ممنونم از شما. ادامه آموزشمون میمونه مثل بعد که تموم شد. نه برای جلسه بعد، برای وصل مو صورت مونتاژش مونده. اینا رو هم یادمون میدیم، اینا خیلی خوشگله. حتما.